به نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین. خوشحالیم که یک روز دیگر فرا رسید که از کانال هراتبورگ در خدمت شما باشیم از برنامه افطاری. دوستای نازنین با بگم سابسکرایب، لایک، شیر، همون زنگولگه یاد شما نره دیگه، مر فشار بدیم. حتما ویدیو ما میتونیم تمام گزارش‌ها شما مشاهده کنیم. همراه ما باشیم دوستای نازنین که دوستا جوانا برادرها سعی کنید چی گفتنیا دارم، چقدر روزه به اینا تاثیر کرده. بخیر باشیم. خود شما میریم آسته آسته داخل یک دکانی که سعی کنیم اینا چی میفروشن. خب مانده نباشیم لالا. صحت شما خوبه؟ خوشه. جان شما جوره؟ خوب هستیم. سلامت باشیم قربان. خیلی زنده باشیم شما. سلامت باشیم. اسم شریف شما؟ خلیل احمد برو. بسیار خوب. خلیل احمد جان گپ بزنین که شما اینجا دستمال هم داریم، لباس هم هست به شکل بزازی. چی میگیم؟ بس پارچه فروشی برار. آها. پارچه فروشی مردانه و زنانه. خب بله. اونا با جنب بزازیه؟ ها اینا با جنب بزازی. این تکا زنانه هم تقریبا با جنب بزازی گفته میشه. امیرم. بله بله. خب خاطر بعضی بزازی ما حساب چیز ندیدم. قدیفه میگن چی میگن؟ شال روسری اینا. شال اینا. چون اینا مشتری بیشتر سراغ میکنه به خاطر این صد میکنه همین لباس زنانه تکی زنانه که میبرم و روسری هم میگم بیانه به خاطر پیشنهاد مشتری ها. بسیار خوب. گپ بزنید که با ماه مبارک رمضان کاربار شما بیشتر شد یا کمتر؟ شکر الحمدلله خوبه، خدا را شکر. خدا را شکر. بیشتر شد. خدا را شکر. خود روزه اشتنه. خدا را شکر هسته. الهی شکر، الهی شکر. روزه هم که 100% شما داریم. کرایه دکون شما چنده؟ همین تقریبا خونه 3000 هسته. زیاد نیه. دیگه می زیر 3000 خوبه، خدا را شکر. به هر حال تیر میشه، گذارون میشه. به خاطر که اگر یک حساب کنین که این منطقه دی گفته میشه. بله 3000 به می دکون شما به شهر میده. بله هست خوب است. طبعا اینجا خدا را شکر بازارا خوبه. حالا نسبت به شهر اینجا بهتره خدا را شکر. بسیار خوب. بی غیر از همسایه مشتری بیرونی هم شما داریم؟ بله از اطراف؟ از اطراف مثلا از محل داش مشتری داریم میایم، از اون طرف محل قندری و محل داش که از اون طرف حتی مشتری داریم میایم، این بر طرف خلاشون طرف مشتری داریم میایم شکر. از طرف سیوشون مشتری داریم میایم شکر. مشتری از ولسوالی های هم داریم؟ از ولسوالی کم بیش میایم. بله کم بیش میایم. بسیار خوب. خب مثلا از پشت زرغون مشتری داریم ولی ولسوالی پشت زرغون میایم کم بیش. بله خب بله. شخصی شده باشه که کلاه شما را ورداشته باشه؟ خدا رو شکر تا حال نه، من تا تاج عادل لمیا بودم خیلی ورداشتم. حقیقت اینجا یک هفته میشه اومدم اینجا. ولی لباس هم شما به نخره به سرخرمن میدیم؟ نه سرخرمنی نداره؟ سرخرمنی نداره. نه شکر از اون روزی که اومدیم اینجا گفته نسیه ممنوعه. خب باز مشتری ها ناراحت نمیشن؟ خب دیگه ناراحت میشن، برای خونه خوشیش نون بخورن، درک کنن، برای وضعیت درک کنن. همه چیه که مثلا عالم گپ شما میگم اگه بد فلانی میای برای 6 تن، همین 6 تن یعنی چی مثلا؟ یعنی که اگه ناراحت میشه هر چی داره برای خونه خوب بخوره. یعنی 6 تن بیشتر نه؟ 6 تن اگر داره 4 تا داره اونجا برای خونه خوب بخوره. بسیار خوب. بسیار خوب. الهی شکر کم کاربار شما جوره. خوشحال شدیم از دیدن شما. خوشحال شدیم. تشکر از شبکه. زنده باشیم. شبکه چی بود؟ فعلا هراتبورگ ما کانال هراتبورگ. کانال هراتبورگ. تشکر از شما. قربان شما. سلامت باشید. قدم رنج فرمودیم. اگر افطار هم افتخار بدیم. سلامت باشیم. زنده باشیم. تشکر. لالا اشتنا. شکر. صحت شما خوبه؟ خب شما شاگردیم یا خلیفه؟ ما برادرمونم دیگه اینجا. برادر شما نه؟ چرا همرنگ نی؟ چیکار کنیم؟ البته دوستی مادری هست؟ نمیتونم میشه. حقیقت از چند مادره؟ خب شما مادر خوردیم دیگه، مادر شما مادر خوردن درسته؟ حقیقت؟ خب چند برادرم از مادر خورد؟ هستیم دوست تای دیگه. بستیم که نمیشه. دقیق چند نفر؟ دقیق همی خواهر و برادر چند؟ 5 تا میشه. خب والدی از اینا رضایت داشتن که بیار شما زن کردن؟ دیگه خبر ندارم. حقیقت؟ خب انال که شما برادریم که شاید می خرجا شما از همدیگر جدا باشه یا شریکین؟ شریکیم. خب به حساب خونه. بله. خب بازم به پیش برار خب پول ملی نمیگیری؟ نه دیگه. معاش نمیگیریم؟ معاش نه دیگه، دیگه ما همینجا دیگه گزارش میکنیم.
آفرین بسیار خوب. خود روزه اشتنیم؟ شکر الحمدلله. روزه تتغیریه یا نه کامل؟ نه همه روزا بگرفتم 8 روز. ماشاءالله. سند شما چند؟ 15 میت است. 15 نمیاره نه؟ 15. خب نام خدا بازم شکر. خود درسش نمی؟ خوبی میشه که خیلی از اون میگم. سنف چنده؟ 38. ماشاءالله بسیار خوب. مسجد هم کمه؟ بله. خب چند ساعت به آذان شم افطار میمونه که دیکون اینجا ترک میکنیم و دویده پا خورم لیست میکنیم رو به طرف شولا ماشا و آشا؟ بعضی وقتا هستیم بعضی وقتا هم میریم دیگه. 5 دقیقه به افطار بمونیم میریم. خب اگه میریم اینجا مثلا تا میرسیم مثلا همه چیز از مسجد افطاریا خورده میشه، چون شما به چام که هستین به خاطر افطاری نباشه اصلا رو به مسجد نمیرین، درسته؟ نه میریم که ما خونه افطاری به خونه میکنیم باز میریم مسجد نماز میخونیم دیگه. افطاری به خونه میکنیم چون که رو بریم مسجد خونیم. بسیار خوب بسیار خوب. خوشحال شدم. بریم افطار خود شما. سلامت باشید. دوستای نازنین، خدا کنه که تا به این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. برنامه رمضانی یا افطاری بگم در خدمت شما هستیم از کانال ایرادبورگ. دوستا دیگه من اکثرا اگر من بگم زبون مشل شده تشنگی زوف کردم دهنه به روزا بگم سابسکرایب کنیم لایک کنیم ویدیو ما میتونیم از داخل کانال ایرادبورگ دیگه به هیچ جانیه دلجم تماشا کنیم. آمدیم داخل یک مارکتی که این مارکت هم حساب خوراکی بابه و هم کوش و لباس و خیاطیه. در کنار صاحب از این دکان هستیم که خود برای شما معرفی میکنم و ببینید که کاروبار از اینا به ماه مبارک رمضان چیه. لالا جان سلام. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ شکر برادر زنده باشیم. نام شریف شما؟ آیت الله. بسیار خوب. لالا آیت الله جان گپ بزنید که روزه هم داریم کاروبار شما اشتنه. خوب و فضل خدا بخیر خوب شکر. راضی هستیم؟ راضی روزه. خب خود روزه خود شما اشتنه؟ همینا که میبینی هم میگه شکر خدا روزه. خب شما چند ساله بودین که روزه میگرفتین؟ ما دیگه تقریبا از 14 سالگی شروع کردیم. خب ان شاء الله 4 سال روزه رو بخوردیم. بعد از 10 سالگی بعد روزه میگرفتیم. درسته؟ بله جانا. خب بسیار خوب. از اون روزایی که قصداً روزه خورده باشیم بوده به این مدت سند شما؟ نه. یعنی قصداً روزه نخورد؟ نه ان شاء الله. خب یک شخصی اگر روزه میگیره تا ساعت 1 بجه یا 2 بجه یا 10 بجه قصداً روزه میخوره چقدر گناه داره؟ باید چند روز در پی بگیره؟ چیزی که فقها میگم دیگه خیلی در بر میگیره. باید گناه عظیم و بزرگی روزه خوردن. راست بله. بسیار خوب. عید هم یک چند روز دیگه بمونده. نام خدا میبینیم داخل دکون شما هم جانی از لباس. شما مشتری سابقه داریم یا اخلاق داریم یا هر زون خیاطی شما؟ دیگه همین جیبندر دروازه خوش که بسیار مشتری هم ما داریم شکر خدا. جا خوبیه جا برابر سر نبشه دروازه خوش که دیگه این سال که برکت امارت اسلامی لباس خیلی شده چون مسلمان ها می آیم به شهر و آزادن. بله بسیار خوب. ایتا بگیم که چند سال میشه سابقه کار شما؟ سابقه کار انشالله 10 سال میشه. بیشتر نمیشه؟ شاید هم دوریش بعد از دیکوندری میگم البته شاگردی نمیگم. خب از اون روزایی که شاگرد بودیم یا خلیفه بودیم حواس شما نبوده یا تلفن زنگ آمده یا کار دیگه داشتیم به بیرون عاجل اوتور بگ داشتیم یا ایخن یا استین یا فلان یا چیز خراب شده بوده؟ نه شکر خدا. اپی شاگردا بشده؟ نه انشالله اوتو برقیه اتومات خودی و داغ میکنه پس کل میکنه. خب جلوا کو نبودک بره؟ جلوا خیلی سخت سوزدیش به خیاطی ها. همه دیگ بخار اختلاط کنه. دیگ بخاره که مشلار خوده دیگ انداخته بدیم دیگ. این برادر من نیم جان دو میده شوی گفتک دیگ تیار میکنه مشلا هم میکنه 100 دانه دسته دیگر هم انشالله بشکستان. بسیار خوب. دوستای نازنین آیت الله جان از برادرها دینی مانن که تقریبا شاید 20 سال بشه ما و از اینا برادریم دستبرری داریم
اینا واقعا شخص زحمتکشی هم علمی دیکون هم همین مدت میشه درسته؟ جان منطقه به طبق بالا بدم اینا به پایین یک شب از اینا یک خاطره دارین که ماه مبارک رمضان بود اینجا برای از اینا دیگ ببار کردم بهمیه بود دیگه بله بله. ما 6 نفر بدیم 4 کیلو بهمیه انداختیم به دیگ زد کردیم گفتم من 4 کیلو رو میخورم 3 تا دسته دیگ بخار شکست مشلا دیگه اما به دیگ انداخته بودم گفتم البته گم شده کبریت زده کبریت رو به سر دیگ چیز کنه بالاخره 3-4 ساعت طول کشید تا می بهمیه پخته شد بسیار خوب خوشحال شدیم از دیدن شما نباشین اینجا خیر بینیم اگر موفق افطار باشیم. خودمون میریم اگر شما میشینیم اینجا خدا هست سفره افطاریتون آبو بهمیه بهمیه جار باشیم خوشحال موفق شدیم باشیم. ما خوشحال هم شدیم قربان شما تشکر. سلامت باشید خب دوستای نازنین خسته نشدیم افطار هم که تقریبا فکر کنم پیش بردیم یا به سر افطار شیشتیم یا چیش برایم با آزان یا افطار شما تیر شده دیگه نمیفهم چی موقع شما مشاهده میکنیم خیلی جالبه که یک جای گنبست که میرسیم که دیگه به کل راه و چا و حساب کتاب دیگه به منجگان با میبینیم که یک خیاطی پیدا شد از زور که این مسکینا بیچاره خیاط همین تا به هر جا که میرم دیکونا برو از اینا به بالای 20,000 و 30,000 کرایه میفته اینا مجبورم به یک جای گنبستی پیدا کنم کوچی چی میگم علی چپ میگم که خور به کوچی علی چپ نزنی تقریبا همینجا گفته میشه سلام مونده نباشیم همه شما دوستا برادرها سلامت باشیم لالا جان نام شریف شما اسم جاوید جان جبرا بسیار خوب گپ بزنیم که خلیفه ایم یا شاگرد جان نه خلیفه ما جبرا خب چی مدت میشه 13 سال میشه جبرا نام خدا چند سال شاگرد بودی 8 سال جبرا علتی چیه که می خیاطی 8 سال یا 5 سال یا 4 سال فقط به خاطر از این زحمت میکشن که یاد بگیرن چون زحمت زیاد داره جبرا خیلی ساده نیست آدم زود یاد گیره شما میفهمین که با 8 سال پیلوت میشدیم 100% نه حقیقت نمیشدیم بله میشد خب چرا این رشته رو انتخاب کردین دیگه این جواب خوش داره از امروز اول مر به خیلی اندازه از بدیم خیلی و داده تا روز امروز خب شما به آقا خو نگفتین که بابا این کار که هست این شغل به سال 2 عید میایه انمو 2 عید هم شاید نوروز هم باشه 3 فصل داره مثلا دیگه وقت ما بیکاریم نه شکر از ما خوب نیه مشتری زیاد داریم خوبه دیگه وقتم خوبه خب بسیار خوب اشتنه همین ماه مبارک رمضان بیشترتر کارا شما میشه یا بعد از عید هم هست جان نه ماه مبارک رمضان ماه پر خیر برکت یعنی خوبه کارا برا با خاطر که مجبورم لباس 100% بله خب چند تا خیاطی داخل از این مارکت 6 تا جبرا 6 تا بله. این تا شده باشه از این شاگردا شما بعضا مشتریان ناشناس بعد اینا چشمک زدم یا دستک زدم جان بله چرا دیگه میشه چون هم میگم عادت دارم تمام که مثلا شاگرد شما چک کنیم یا خود شما بیاین لالا بیا فکر کنیم مونده نباشه زنده باش ساعت شما خوبه شکر شاگردیم بله اسم شریف شما اویس فکر کنیم داخل می مارکت 4-5 تا خیاطیه من مشتریم همین حرکاتی که شما بعد این مشتری دارین که متوجه شه بیای به دکون رو به دوربین ما شما این تستاشیم همین تستاشیم انا ما فکر کنیم که ما مشتریم رو به دوربین اشته اشاره میکنیم اشته بدیم آقای سادات صاحب دست لالار داشته باشیم شما حتما است بلندای عزیز گردن اما بند باشه اگه به شما دروغ بگم وقتی که من به دزدی نمیرفتم مرغا بیبی خور به جنوم مرغ به تک چیز بدک مثلا قال مقدون یا مثلا تا خونگک بعد میگم امیت میگن کش 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 بیا ایلال هم واسه این حاله خب به نظری شما کار خوبیه نه
خب چرا شما مشتری ها همسایا دیگر جک میکنه؟ همیت یاد داده یا؟ نمیکنم. یاد دادم شما؟ نه. خب پیش خود خود میکنیم کاره؟ خب شما اینجا چی وظیفه داریم از حساب خیاطی؟ دگمه میشه. دگمه میشونه؟ به کجا سرپاچه ها؟ نه. این دگمه؟ بله. بسیار خوب. چند سال میشه؟ 2 ماه. 2 ماه. خب رشته خوبیه؟ ها. خوبی و چیه؟ یاد میگیره آدم. یاد گرفتن که به جا خونه. کاغذ بادپذیرن شما به یک روز یاد میگیرید. همین که رشته خوبیه، خوبی و چیه؟ چون که آدم کلونشی پول در بیاره. به خیاطی پوله؟ شما نمیفهمن که سال به 12 ماه 3 ماه کار 9 ماه دیگه بیکاریم؟ درسته؟ درس هم میخونه؟ بله. صنف چند؟ 7. خب چند سال غیر حاضر شد؟ هیچ. هیچی؟ حقیقت رستگی. بریم افطار خود شما. زنده باش. اگه همیته که صحبت میکنین شاگرد باشین که گردن ما بند باشه با ما یک دکمه نمیشونین لالا. درسته لالا؟ بله حاجی برو بله. خب خوشحال شدیم از در دو نفر دیدن شما. بخیر باشیم برو. تشکر از لطف اردوتون. زنده باشیم برو. بخیر باشیم. دوستای نازنین بیاین که خود شما یک چند قدم دیگه من ایده کنم مجمع نه دیگه درسته نام خدا خوبه دیگه بسیار خوب دکون اردو رقم اردو دکون داخل هم و 1 و 2 و 3 و 4 و 4 دونه چرخ هم گذاشته خودی 1 2 دونه 3 دونه هم تخت خدای پاک مشتری بده که اینا اصلا همیشه و روز کار کنم 24 ساعت کار کنم که بتونم یک لقمه نون حلال برای خانواده خود در بیارم از شما هم خواهشمندم دیگه کمک دیگه هم خودمون قدم بزنیم خیر باشه افطار شما روزه ببرد ما از شما بدم دوستای نازنین خدا کنه که امروز و یا امشب از این برنامه لذت کافی را برده باشیم دوستا دیگه ماه مبارک رمضان دیگه گپ سخنات توالا میشه دوستای نازنین ناگزیریم که با شما خداحافظی کنیم تا به فردا شب که باز به خدمت شما از کانال هراتبورگ باشیم دیگه هم چیزی که اول گفتم ما نیاز فقط به سابسکرایب و لایک و شیر شما داریم اما زنگولگه که هر خواهشی داشته باشه ما به خدمت شما